الله تعالی میگوید که اگر همین عضو زمین نگاه کنید، از 4 حصه زمین آب است، بحر و اقیانوس ها. در یک حصه اش یعنی 25% همین زمین خشکی است که در یک قسمتش آدم‌ها زندگی میکنن، قسمتاش است که حال قدم آدم نرسیده است. میداد کلمات همون بحرها و اقیانوس ها اگر رنگ شود، الله تعالی میگه که در بالای همین رنگ ها 7 مراتبه دیگر رنگ ریخته شود، تمام درخت های روی دنیا قلم شود، با اون قلم ها سخن های الله تعالی نوشته شود. ما نفیدت کلمات الله، سخن های الله تعالی تمام نمیشه. سخناش همین که فلانی وفات کند، فلانی به بلای بد گرفتار شود، فلان ظالمه به بدترین بلاها گرفتار کنید، فلانی به دنیا آید، فلانی کمبغل شود، فلانی بای شود. این امرهای پروردگار، سخن های الله تعالی هست، همین کلمه های الله تعالی. اگر بحرها بر بالایش 7 مراتبه دیگه رنگ شود و با رنگ ریخته شود، درخت ها قلم شود و با اون قلم های و رنگ ها سخن های الله تعالی نوشته شود، ما نفیدت کلمات الله، سخن های الله تعالی تمام نمیشد.